اینو تصور کن، ساعت 12 شب چشمات رو میبندی، ساعت 4 صبح بیدار میشی و حس میکنی انگار تازه از یه مدیتیشن 10 روزه تو هیمالیا برگشتی. الکی به نظر میاد نه؟ ولی اگه بهت بگم با یکم علم، زمانبندی درست و چند تا ترفند میتونی انرژیت رو پس بگیری بدون اینکه نصف عمرت رو پای خوابیدن بدی، چی؟ بیا رمزش رو پیدا کنی. بیشتر آدما با خواب مثل شارژر موبایل رفتار میکنن. خواب بیشتر، باتری بیشتر. ولی خب بیولوژی به این سادگی‌ها نیست. حتما برای تو هم پیش اومده که 9 ساعت بخوابی ولی مثل زامبیا بیدار بشی. چرا؟ چون خواب طولانی خواب عمیق رو تضمین نمیکنه و کلید ماجرا همینه. بحث سر بیشتر خوابیدن نیست. بحث سر اینه که معماری خوابت رو حرفه‌ای بچینی. باید چرخه‌های خواب رو بشناسی. خواب توی هر چرخه 5 تا مرحله داره. مرحله 1 و 2 خواب سبکه، همون موقعی که داره کم کم خوابت میبره. مرحله 3 و 4 خواب عمیقه، بدن خودش رو ترمیم میکنه و هورمون آزاد میکنه. مرحله 5 خواب REM هستش، یعنی رویا دیدن و تثبیت حافظه. هر چرخه حدود 90 دقیقه طول میکشه. اگه وسط خواب عمیق بیدار بشی، بوم، گیج و منگ و بیحالی. ولی اگه آخری چرخه بیدار بشی، به طرز شگفت انگیزی سرحالی. پس به جای 8 ساعت خواب بی برنامه 3 تا چرخه کامل رو امتحان کن، یعنی 4 ساعت و نیم، ولی با کیفیت خواب حد اکثری. کیفیت خوابت رو سوپر شارژ کن. اگه کمتر میخوابی، هر دقیقش مهم. اینجوری استراحتت رو متحول کن. 1. تو حالت غار بخواب، یعنی اتاق تاریک، دمای خنک بین 15 تا 19 درجه سانتیگراد، هیچ صدایی نباشه یا از نویز سفید استفاده کن. 2. 1-2 ساعت قبل از خواب از نور آبی دوری کن. نور آبی تولید ملاتونین رو از بین میبره. از حالت شب یا عینک‌های ضد نور آبی استفاده کن، یا میدونی کلا گوشی رو بذار کنار. 3. منیزیم، گلایسین و التیانین. این ترکیبات طبیعی کمکت میکنن سریعتر خوابت ببره و وارد خواب عمیق بشی. منیزیم گلایسینات مساویه با مغز آروم و عضلات ریلکس. التیانین که توی چای سبز پیدا میشه اضطراب رو کم میکنه. 4. برای خودت روتین قبل از خواب درست کن. درست مثل مسواک زدن. مغزت به یه عادت برای آروم شدن نیاز داره. مدیتیشن، کتاب خوندن، نوشتن روزانه یا حتی گوش دادن به صدای باینورال. قبل از اینکه سرت به بالش برسه به مغزت بفهمون که وقت خوابه. بیا چند تا باور غلط در مورد خواب رو از بین ببریم. من باید 8 ساعت بخوابم وگرنه میمیرم. این درست نیست. نیاز به خواب تو آدمای مختلف فرق میکنه. بعضی از آدمای موفق بدنشون رو تمرین میدن که با خواب کمتر هم سرحال باشن. مهم بازدهی خوابه، نه ساعتش. چرت زدن مال آدمای تنبله. چرتای کوتاه 20 تا 30 دقیقه‌ای میتونن حافظه، تمرکز و انرژیت رو مثل یه دکمه ریست برای مغز تقویت کنن. حتی ناسا هم این چرت‌ها رو توصیه میکنه. من جغد شبم، نمیتونم زود بخوابم. این بیشتر یه عادته. تو میتونی ساعت بیولوژیک بدنت رو با تنظیم نور، روتین منظم و زمانبندی وعده‌های غذایی دوباره برنامه‌ریزی کنی. ترفندهای خواب به سبک ارتش. میخوای زیر 2 دقیقه خوابت ببره؟ روش ارتش آمریکا رو امتحان کن. 1. صورتت رو شل کن، فک، زبون، چشمات. 2. شونه ها و دستهات رو رها کن. 3. نفست رو کامل بده بیرون و قفسه سینت رو شل کن. 4. پاهات رو از بالا تا پایین ریلکس کن. 5. ذهنت رو خالی کن. تصور کن توی قایق روی دریاچه آروم دراز کشیدی. 6. این جمله رو تکرار کن. فکر نکن، فکر نکن، فکر نکن. خلبانای جنگنده این روش رو استفاده میکنن. بعد از یکم تمرین زیر 120 ثانیه جواب میده. برو در موردش سرچ کن. خیلی خفنه. من قبلا 10 ساعت میخوابیدم. بازم له و خسته بودم. بعد فهمیدم این بدنم نیست که خسته است، ذهنمه. بیش از حد تحریک شده. زیادی فکر میکنه. همش در حال چرخیدن، مقایسه کردن و دنبال چیزای مختلف دویدنه. از لحظه‌ای که خواب رو جدی گرفتم، نه به عنوان وقت تنبلی، بلکه به عنوان سوخت مغزم، همه چیز عوض شد. خواب بهتر مساویه با انتخاب‌های بهتر، انتخاب‌های بهتر مساویه با زندگی بهتر. اگه میخوای روزت رو ببری، اول باید شب رو ببری. تو به خواب بیشتری نیاز نداری. تو به خواب هوشمندانه تر نیاز داری. زود بیدار شو، به اهدافت برس، کم اما با کیفیت بخواب و مثل یه ماشین پر انرژی باش. خب حالا یه کامنت بذار. روتین خواب الانت چیه و کدوم یکی از این ترفندا رو میخوای امشب امتحان کنی؟ اگه مغزت یه چیز جدید یاد گرفت، اون دکمه لایک رو بتر کن، سابسکرایب کن تا ترفندای بیشتری برای آپگرید کردن نرم افزار انسان ببینی.